مامان ایرانی رو انگار رو هم کپی پیست کردن. یک سری چیزها به صورت بیس توی همشون یکسانه، حتی حرفا، کلمات، یک سری رفتارها فقط توی یک سری جزئیات با هم دیگه فرق میکنه. قیافتم اون شکلی نکن بر من، سری پیش انقدر مشهوری بودی نزدیک شبکر پلم کنن. بابا گو خورده با تو، به بابا میزنه. عملی باید نشون تو بده. غلط میکنی نمیخوای باش دعوا شه، تو بیجا میکنی نمیخوای از زندگی حذفش کنی. یه روز پیشمون تو موسیقله برای سلامتیش دست جمعی دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. چی؟ من صفونه نمیشم؟ چرا روح و عواطف و احساسات من بر تو مهم نیست؟ آقا سگوله برای گزید عذرخواهی میکنم. همه ما بلا استثنا، دختر پسر فرقی نمیکنه، این چند تا چیز رو از مامانامون حتما شنیدیم. یکی که میگه اون گو خورده با تو، مثلا میزنه، یه دفعه میگه بابا این حرفا زده، میگه بابا گو خورده با تو، به بابا میزنه، به همه میزنه، اون گو خورده با تو. اینو هممون شنیدیم. یکی میگه بابات اجازه نمیده، بابا در صورتی که اصلا روحش هم خبر نداره. چند بار تالا شده مامانم گفته بابا اجازه نمیده، بابا ناراحت میشه. رفتم به بابا گفتم بابا میخوام فلان کار کنم، اجازه؟ بابا گفت آره دخترم اشکال نداره، میخوای انجام بدی بده، میخوای بری برو فلان. گفتم آخه مامان گفته تو اجازه نمیدی. بعد همونجوری نمیدونست باید چی کار کنه، نمیتونست جمع کنه قضیه رو. بابا اصلا روحش هم خبردار نه. تو که میخوای بگی بابا اجازه نمیده، حداقل با بابا هماهنگ کن. بعد میگه فلانی یاد بگیر، تو رو با یکی دیگه مقایسه میکنه. بعد که تو میای یک روزی خودتو با همون فلانی مقایسه میکنی، میگه تو گوه میخوری خودتو با مقایسه میکنی، تو غلط میکنی خودتو با بقیه مقایسه میکنی. هیچ وقت فاز نصیحت برم نه، هیچ وقت خودتو با دیگران مقایسه نکن. پس چرا تو منو با اون مقایسه میکنی؟ یک سری کارها و رفتارها هست که بلا استثنا تو همشون یکیه. یعنی همه مامانا چه ایرانی چه خارجی همه دارن. اگه یکی از بچه‌ها کتک بخوره، بقیه بچه‌ها هم بدون هیچ دلیلی باید کتک بخوره. من داداش کوچیکم خیلی شیطون بود، مامانم همش اینو میزد، بعد منم کتک میخوردم. بعد اینکه اون کتک میخورد همش میگفتم مامان چرا منو میزنی؟ میگفت اگه فقط اون کتک بخوره اون سرخورده میشه. پس من چی؟ من سرخورده نمیشم؟ چرا روح و عواطف و احساسات من بر تو مهم نیست؟ فقط اون مهمه؟ دنبال یه چیزی میگردی پیداش نمی‌کنی، میگی مامان کجاست؟ میگه همونجاست. بعد تو همونجا رو میگردی، زیر و رو میکنی، همه رو میریزی به هم پیدا نمی‌کنی. مامان میگه بیا پیدا کنم چی؟ و میاد پیدا میکنه بدون اینکه بگرده همون لحظه. یه اتفاق بدی وقتی از سرت میگذره، به خیر میگذره به اصطلاح، بعدش کتکی که از مادرت میخوری آسیبش به مراتب از اون اتفاقی که اگه برات میافتاد بیشتره. یعنی دعا میکنی کاش اون اتفاق برام افتاده بود، حداقل کمتر آسیب میدیدم. اسکرین شات نمیتونن تنهایی بگیرن. یعنی من مامانی ندیدم که بتونه به تنهایی اسکرین شات بگیره. مامان من نمیتونه. همون لحظه من براش میگیرم، میگم مامان این دوتا دکمه رو بزن، با هم دیگه بزنی میگیره. من میزنم همون لحظه میگیره، میگم خب الان تو بزن، میزنه نمیگیره، میگه نمیشه، بعد میزنه ارور میده، واقعا ارور میده. همون لحظه من ازش میگیرم میزنم میگیره، بعد دوباره میدم به خودش میزنه ارور میده. نمیدونم به دست مامانا حساسیت داره، من نمیدونم، نمیفهمم، نمیتونن دیگه، خلاصه نمیتونن اسکرین شات بگیرن. تو جمع مامانا، مخصوصا اگه خاله ها هم تو اون جمع باشن، هر کی بیشتر از بچهش بد بگه اون برنده. من مامان خودم با خاله ها میشستن منو مسخره میکردن. عمق فاجعه رو بهتون بگم. از در دوستی باهات وارد میشن که تو باشون درد دل کنی، ازت آمار میگیرن، ازت اطلاعات میکشن، بعد همون آمار اطلاعات رو میکنن چوب، فرو میکنن تو باسنه. بعد تازه میگن تو چرا به ما اعتماد نداری؟ تو باید به خانوادت اعتماد داشته باشی. چرا به خانوادت اعتماد؟ رفیق بیکلک مادر همیشه خدا ساعتشون جلوه. یه بار به مامانم گفتم مامان من ساعت 8 بیدار کن، ساعت 9 باید یه جای مهمی باشم، باید آماده بشم. گفت باشه. اومد صدام کرد محسان رد بده، محسان پاشو سایه رو به 9 دیرت شد. من باشه وای مامان من بخشیدم دیرم شد. بعد
استرسی که من کشیدم واقعا در کلام نمی گنجه و پا شدم نه یه رو به 8. یعنی 1 ساعت حتی 1 رو زودتر از اون تایمی که من بهش گفتم بیدارم کرده بود و اون سردردی که من گرفتم تا آخر روز با من بود. 100 بار صدا میکنن بیا غذا آماده است، بیا غذا آماده است، بیا غذا آماده است. غذا رو کشیدم سر سفره منتظر توییم. میری میبینی هنوز برنج دم نکشیده. کی میتونه بگه مامان من این شکلی نیست؟ بگید ماماناتون رو معرفی کنید ما ازشون اینجا تقدیر کنیم. یه سری چیزا میدم جا گذاشتم نگفتم. این چیزایی که نگفتم فکر میکنید مشترک بین مامانا هم کامنت کنید با هم دیگه بخندید. بسم الله الرحمن الرحیم. اخبار امروز را شروع میکنیم با شیرین کاری مادران. پسر بچه 5 ساله در خیابان از یک تصادف هولناک جان سالم به در برد، اما به دلیل کتک‌های مادرش در ICU بستری است. برای سلامتیش دست جمعی دعا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پسر بچه گم شده 8 ساله‌ای پس از 1 سال و نیم در جنگل‌های هیرکانی پیدا شد. بعد از سوال از او در مورد گم شدنش وی جواب داد که کلاً فقط 2 ساعت گم شده بود، ولی بعد راه خانه را پیدا کرده و به خانه بازگشته بود، اما از ترس مادرش وارد خانه نشده و به جنگل‌های هیرکانی پناه برده بود. وی در ادامه با گریه افزود که الان هم نمیخواهم به خانه برگردم. مردی در سریلانکای جنوبی با اینکه چراغ عابر پیاده قرمز بود از خیابان عبور کرد. خاک بر سرت با این سطح از درک و شعور و فرهنگ. در یکی از ایستگاه‌های صلواتی تهران ناهار کوبیده نظری دادند که با هجوم مردم و وحشی بازی‌هایشان 1 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. یک سوال دارم من از شما، چرا حمله میکنین؟ مثل آدم چرا صف نمیبندین بگیرین؟ اینجوری بتنید به همین میرسه اشکی هم آسیب نمیبینه. فرارسیدن ماه مهر را به مادران تسلیت و به پدران تبریک میگویم. خودشان میدانند چرا. با هم میشنویم گزارش هواشناسی هفته آینده را. خب سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم عزیزای دلم. من بالاخره برگشتم بعد 3 هفته. نمیدونید چه صفایی بود. خیلی خوب، حالا خاطراتتو جای دیگه تعریف کن. الان باید وضعیت آب و هوایی بگی. قیافتم اون شکلی نکن بر من. سری پیش انقدر منشوری بودی نزدیک شبکه پلم کنن. آدم باش. خب همونطور که میدونید سامانه جدیدی در حال ورود به کشوره که قراره از تابستون بیافتیم تو زمستون. مواظب باشید مریض نشید، چون سرما بخورید برید دکتر میخواد بگه از این ویروس جدید است. من نمیدونم ماشین جوجه کشیه چیه سالانه چقدر ویروس تولید میشه. ماشاءالله همه هم بلدن مداوا کنن. آره احتمال سیل و آب گرفتگی معابرم وجود داره به دلیل بارش 1 بار. قایق بادی و چکمه هم تهیه کنید که بتونید راحت تردد کنید و یه هیچکی نیست بدادتون برسه. این سری سامانه کل کشور رو در بر میگیره. دیگه مسافرت هم نمیتونید برید تا آخر دیامیز تعطیلاتی در کار نیست. میتونید یه ذره وایسیم کار کنیم به زندگیمون برسیم. از الان لباس گرماتونم در بیارید که قطعا نیازتون میشه. خب تا هفته دیگه خدا یار نگهدارتون. بیا خوب شد. خوش دیگه نگران روابطتون با پارتنرتون نباشید. من توکلی هستم و اینجام تا روابطتون رو بهبود ببخشم. با شماره های بذارید حداقل زرمو بزنم. بفرمایید چطور میتونم کمکتون کنم؟ سلام، خسته نباشید. من دوست پسرم همیشه وسط جد خوابش میبره، نمیدونم با چی کار کنم بیدار بمونه. یکم حرف بزنیم با هم، همش تا دیر وقتم سر کاره. ببین عزیزم، من یه پیشنهادی برات دارم که تضمین رابطتون.
شما تو استارت شروع چاتت یه عکس قدی براش بفرست. اگه تا آخر شب خوابید تا صبح نمیذاره تا بخوابی. یه بار امتحانش کن. چطور میتونم کمکتون کنم؟ بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. من جدیداً متوجه شدم که کسی که فکر میکردم دوست صمیمی منه پشت سرم حرف میزنه. این شخص خیلی برای من عزیزه ولی من نمیخوام رابطم باش قطع بشه یا دعوامون بشه. من چه عکس‌العملی باید نشون بدم؟ تو غلط میکنی نمیخوای باش دعوا شه. تو بیجا میکنی نمیخوای از زندگی حذفش کنی. تازه به من زنگ زده برو بگی ببخشید یهو کنترلمو از دست دادم. خب برسیم به ادامه برنامه. سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟ سلام، روزتون بخیر. من و شوهرم همیشه وقتی میخوایم بریم جایی قبلش با هم دعوامون میشه. اون جایی هم که میریم طبیعتاً کوفتمون میشه دیگه. اصلا من از این وضع خسته شدم، نمیدونم باید چی کار کنم. چطور میتونم حلش کنم؟ خسته شدی؟ طلاق بگیر. سلام، بفرمایید چطور میتونم کمکتون کنم؟ سلام، وقت بخیر. من و شوهرم میخوایم بچه داشتیم ولی واسه اسم بچه با هم به توافق نمیرسیم. چه راه حلی دارید برام؟ خب ببین عزیزم، من یه راه حلی برات دارم. به نظرم وقتی بچه دختر شد خودت اسم بذار روش، نذار شوهرت این کارو بکنه. اسم عشق اولشو بذاره رو دخترتون. اگرم پسر شد بذار شوهرت اسم انتخاب کنه که توی پتیاره اسم عشق از دست رفتتو نذاری روی بچت. اینجوری مشکلتون هم حل میشه عزیزم. آفرین. بفرمایید چطور میتونم کمکتون کنم؟ سلام، خوبین؟ من با مادرم خیلی مشکل دارم. خیلی فکرش بسته است، خیلی گیر میده به من. یه راه حلی به من بدید که بتونم قانعش کنم. خب چه مشکلی باهاش داری؟ به چیت گیر میده؟ هی میگه اینو نپوش، اونو نپوش، اینجا نرو، اون کارو نکن. خب من دلم میخواد با دوستان برم بیرون، برم مهمونی، ولی همش گیر میده، قر میزنه، میگه چرا تا 12 شب بیرون میمونی؟ حق نداری از خونه بری بیرون. منو تو خونه زندانی میکنه. میتونم بپرسم عزیزم چند سالته؟ 12 سالمه. گودزیلا من 14 سالم بود در این یخچال یواش میبستم ببینم این چراغش کی خاموش میشه. ساعت 9 شبم میخوابیدم. خدا رو شکر کن فقط تو خونه زندانی کرده. خدا رو شکر کن هنوز نفس تو اگه بچه من بودی نفس نمیکشیدی الان. لا اله الا الله. دیگه نمیتونم بس دیگه. خداحافظ. سلام به برنامه‌نویسای عزیزم، من پارمیدا هستم، معلم زبان گیلکی شما. امروز به درخواست شما میخوایم با هم دیگه آهنگای باحال و رایج گیلکی رو با هم دیگه مرور و ترجمه کنیم. یه روز بشم کنسگله شنیدین؟ قطعا شنیدین. اول آهنگ همینه. یه روز بشم کنسگله کنوس پیچم یه پرپره. کنوس، شما به کنوس میگید از گیل. شما به همه چی میگید از گیل. کنوس اون قهوه‌ای دونه‌های ریز داره توش، یه ذره گسه. اون از گیل. ما به اون میگیم کنوس. یه روز رفتم از گیل چینی، انشاءالله از گیل چیدم یه دونه گونی. حالا یه پرپره منظورش اینه که دیدین جوری دامنشون جمع میکنن میریزم تو دامنشون، اون منظورش اونه. حالا ما ترجمه میکنیم به گونی. از گیل چیدم یه دونه گونی. انشاءالله. چرا ایشالله یا انشاءالله نمیدونم، واقعا نمیدونم. یک میداهن دویدم میداهن او دگدم یه دونه میگه کردم توی دهنم انشاءالله. این ایشالله این وسط چیه من نمیدونم. آب انداختم توی دهنم انشاءالله. سگ پیکته میپرپره لقد بزم سگ میتره الهی تو موری بمیری میدیل قراری بگیری. خب سگ بگیته میپرپره. پرپره الان براتون یه چیزایی گفتم. اون لبه دامن یا لبه شلوار رو بهش میگن پرپره. سگ میگه اومد گرفت پاچه شلوار منو. لگت بزن سگ میتوره به پوزه میگه میتوره. سگ میتوره میشه پوزه سگ. میگه لغت زدم تو پوزه سگ.
الهی تی ماروی بمیری می دل قراری بگیری، یعنی الهی مادر تو بمیره دل من آروم بگیره. حالا این وسط ایشالله میگه، من دیگه ترجمه نمیکنم برای شما. الهی تی ماروی بمیری می دل قراری بگیری. بیچاره کردن اما ترم سرمی چون مشک انبرمی برار خوب دارمی هرگز بیرون نارمی اگر بیرون بارمی دست عروس گیریم آخه جینگلکه جینگله جینگلکه جینگله. این میگه ما بچه های تارم سریم، مثل مشک انبریم، یه برادر خوب داریم که هیچ وقت خونه بیرون نمیارم، اگه بیاریم بیرون دست عروس میگیریم، یعنی همینقدر زده خاشر بازی در میارم. چرا باید دست عروس بگیری؟ و جینگله که جینگله. اینو نمیدونم، اینو معنیشو هیچکی نمیدونه، از هر که پرسیدم گفت من نمیدونم. بسیار شعر وزین، بسیار پرمعنی مفهوم و خیال شادی آفرین. اصلا ببین دور هم جمع میشن امکان نداره کنسکله نخونه. یکی ضرب میگیره میخونه یه روز بشم کنسکله، بقیه همه میگن انشالله. بسیار مفرح و بسیار شادی آور. بریم آهنگ بعدی آی سبوله. سبول چیه؟ ما به شپش میگیم سبول. بدی حالا با این شپش چیکار داشته صداش میگن آی سبوله من نمیدونم. آی سبوله ای شپش آتش به جان بلبله. فکر میکنم دیگه یک مقداری واضح باشه، یعنی آتش جان بلبل، این بلبلی که باهاش آشنا شده بود شپش داشت. بعد یهو میخونه سبوله مرا گزید و تنگوله زدم پرید و سبز میدان چرید و آقای جبه سیگار کشید و آقا سبوله مرا گزید و عذرخواهی میکنم ایزه از خود بی خود شدم ببخشید. سبوله مرا گزید و یعنی شپشه منو نیش زد منو گزید. تنگوله زدم پرید و تنگوله، این تلنگو رو ما بهش میگیم تنگوله، این اینجوری تنگوله زد پرید. بعد یه دفعه نمیدونم چه اتفاقی میفته، در مورد چی داره صحبت میکنه. واقعا در مورد سبوله در حرف میزنه. سبز میدان چرید و سبز میدان چرا باید بچره؟ سبز میدانی که میدونین دیگه یکی از میدانهای معروف و جهانی و بین المللی رشته. سبز میدان چرا باید بره بچره؟ بعد یه جبه سیگار کشید و چرا سبول باید یه جبه سیگار بکشه؟ بسیار شیرین، سنگین، وزین، باعث دوپینگ اطرافیان. بعد نمیدونم دیگه حالا چه اتفاقی میفته برای شپشه، ما میگذاریم از این آهنگ، ولی بسیار مفرحه. نمیشه ضرب بگیرن این آهنگ رو نخونن. سر بیجار میرن بیجار کاری، این زن خسته میشه یکیشون اینجا تش بگیره دستش این آهنگا رو میخونن دیگه. خیلی حال میره خدا وکیل. بریم آهنگ بعدی. خب خیلی عذرخواهی میکنم، برای این آهنگ من باید سرپا وای میستادم تا بتونم حق مطلب رو به شما ادا بکنم. آهنگ بعدی بگردن ایچه تو بگردن منظورش بچرخون چه بچرخون؟ این بلاوارسه بچرخون. بگردن ببخشید. بعد میگه ایچه اتو بگردن هوا امردی که قبا بگردن گیلر امردی که دیلر بگردن هلولی برای مشت گلی بگردن داره سعی میکنه دلبری کنه دیگه. بگردن هوا، تو هوا هر جا تونستی بگردن. مردکه قبا داره برای یکی دلبری میکنه، ولی چرا حالا میگه مردکه من نمیدونم. بعد میگه بگردن هلهلی برای مشت قلی. حالا این مردکه اسمش مشت قلی بود کاری ندارم، ولی چرا هلهلی؟ مثل آدم سر فرصت بگردن چرا هلهلی چجوری؟ خیلی زشت میشه. بعد میگه کاس خانمه بگردن. کاس
ما به کسی که چشمش آبی باشه یا سبز باشه میگیم کاس. کاس خانم، اون موقع اسم دختراشون رو میذاشتن کاس خانم، حج خانم، پچ خانم، ناز خانم، اینا خیلی اسم میذاشتن رو دختراشون. اسم این دختره کاس خانم بود. بعد میگه کاس خانمه بگردن، ناز خانمه بگردن، ست خانمه بگردن. این داشت برای مردی دلبری میکرد، مشتغولی برای مشتغولی داشت دلبری میکرد. کاس خانم و ناز خانم و ست خانم کجا آمدن من دیگه نمیدونم. خیلی آهنگ شادیه. اینو خدا وکیلی امکان نده این تشت میگیرن دستشون، اینو زرد میگیرن این آهنگو نخوا. این سه تا آهنگ آهنگایی که بلا استثناء در مراسم و جمعای خودمونی خونده میشه. الان حتی در حال حاضر تو عروسی اگه برق بره یکی اینجوری زرد بگیره همه میخونن یه روزو بشم کنسکله. امکان نداره خونده بشه. خب دیگه زنگم خورد بچه‌ها، بس دیگه. برید این آهنگا رو دانلود کنید، گوش بدید، عشق کنید. تا جلسه بعدی حساب با این آهنگا غیر بدین. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.